اقلا یک بار تلفنم را میبرداشتی. دیدیم آدم را جمع کنیم برداریم. ای خلا کوری نمیبینی زدی آخی همه را جزی کردی. بخشش بجا جان. کلود فیلم تقدیم میکند. ای بچه جونی من آمدی ساق سلامت آمدی. خوش آمدی خوش آمدی. ساق سلامت هستی؟ ساق سلامت آمدی. خدا بشکر. بیدو شد معلش دیگر هیچ چیز نخریدم. این لازم. ای بچه جان خوش آمدی. خیلی اقلا آگاه میکردی یکون چیزی که با مزه میپختم. بچه جان وقتی که من با شمایم از این دیده چیزی بلازتر می شود. رحمت بچم. انا همین نانی قاق، انا همین نانی بلازتی وطن، انا همین هر چی که در دسترخوان است از همه چیزی دنیا بلازتر است. چون که انا همین لقمه حلال پاک رو وقتی که با مادر میخوری این از همه چیزی بلازتر بامزه‌تر در جهان میسته. هزار بار شکر بچه جان. رحمت بچم. و اویلت درک دارد که آمدی؟ بچه جان من به هیچ کس نگفتم. من سورپریز کرده خواستم که راست به پیش مادر جان بیایم. میدونید همه چیز در زندگی میشود. اویلا من میبینم همه‌شو میبینم لیکن از همه بالاتر کی است؟ مادر جان. اوچه جان خدا خواهد اویلام رو میبینم همش میشود لیکن از همه بالاتر کی؟ مادر جانی من. جانی چه؟ شدی چی خیلی؟ در کجا از چیکار میکنه؟ خیلی باز تلفن کردم خبرش نشنیدم. و شدی بعد از اون که از اویلش جدا شد بیدرک شد. از اویلش جدا شد؟ بعدی چند وقت رفیقاش خبر دادن که به روسیه رفته باشد. گویا به روسیه رفته باشد. میدونستم که یک روز نه یک روز این شدی با این جنجال های بی‌معنی با این جنگ های بی‌معنی که همراه همسرش میکند عاقبت جدا میشود. یک نمره تلفن هم دادم چند بار زنگ زدم لیکن نبرداشت. اکنون چیکار میکنی؟ خیر بچه جان کی بینیم تا فردا. السلام علیکم برادر. و علیکم السلام. رئیس همینجا رئیس کلان؟ بله رئیس همون طرف رفتن. بله. تشکر. خوش آمدید. مشتری قطعی معامله خوب کنید. کوشش میکنیم که هم خیلی شد. السلام علیکم. از بایدش خیر. صحت سلامتی نیست. فرزنده خوب. پدر مادر اهل بیت هم اساس شمال جا پرون. من نزدیکی از مهاجرت آمدیم. درک دارم. یک کمی مشکلی پیش اومد. گفتم از نزدیک بینم شما یک صحبت علاهیده کنیم. بمالو مرحمت. بهتای کوشش.
جانیوچه اخلان یک بار تلفنم رو میبرداشتی. من میدونستم که تو در غریبی سری گشنه‌ای، جای خوابت گرمه، برای من کفایه بود. اقلا یک بار تلفنم را میبرداشتی. در کجای باشی نباشی خدا نگهبانت باشه. خوش اومدی دلیر جان، خوش اومدی. تشکر. ای برادر عزیز، خوش دلیر جان، بخیر باشه. زبیدالله جان برادر عزیز، ما که سالیانی دراز برادریم، دوستیم. بله بله. یک مشکلات خیلی جدی دارم. از روزی که از روسیه آمدم مادر رو در یک حالت خیلی بگیم که ناخوب دریافتم. سبب این همون برادر شادیمون است. خودت که بسیار تجارت کلان داری، با انا تاجران روس رفت آمد داری، قریب که من گمان میکنم که هر ماه رفته میوی. او اکرم فیرمون قد داده گرفت. بعد همون بچه های کلان روس قطعی تجارت که داری، از همون خاطر نمیدونیم که شادی در کدام طرفی میگیم که روسیه است. همین میدونیم که با روسیه سفر کرده است. همین رسم شهادت در تلفن شما میپرتم. یک بار بینید من واتساپ شما میپرتم. همین التماس به یگان مقامات روس به یگان وای مراجعت کنید. اگر همین ما کوفته یابیم بسیار کار خیر میشه، برای که ممکن است مادر از دست دهیم. او شادی این همین خبر خواهش از شما. نه که هم شادی مادر را به نهایت عذاب بود. های بچه یوش مایل دلیل جان، این همین خواهش. در کدام شهری روسیه میدونی؟ راستی که یگان خط و خبر نیست. شما پشت بیزنساشون فهمیدین؟ یا اون کسرمون چی نکنه؟ چیزی شد نشد؟ پشت بیزنساشون یگون کسا چی نکنه؟ الو سلام علیکم. خوبی دادر جان؟ یوسف جان، هم خواهش هم التماس هم سپارش دادرای. زنک؟ زنک؟ ها زنک ها خیلی بای من نگاه کن. خیر با چی بلا زده این تا قاش قواق و ویزان اینجا است؟ نه اینجا نیست. چی گفت؟ دیروز چی روز است؟ من اگه میدونم چی روزه؟ روز خدا؟ نمیدونم. فهمیدم. این روز
زود روز داری؟ فهمیدم. خیلی مبارک شما. فقط مبارک شو. خیلی زود روز داری مبارک شما میگن. او چی میگن؟ اینقدر سال زندگی کردی فقط مبارک شو. نخو یک گلش اومده خریدن نتونم. یک گل نه 1000 گلت میخرم. نه در این همی خونه را برای تو گلکاری نه میکنم. در کار چه نیست. فهمیدی؟ نه لازم نیست. گوش کن مرا. گپی بسیار نزن. گپ کم کن. به چیز صورت جمع کن. رفتیم. کجا؟ خب گل خری گل انتخاب کنی. نه گل انتخاب کنی نمیره. نه ختم برین یک تا بیارین بس. اون گل تو انتخاب میکنی بچه نیدره. رفتیم. ای گوش نه، این نمیرم. سبی یاد ای خب انا رسیدیم. باز چه خواشو خواق انداختی؟ گل گفتی من گل انتخاب کن. او من گفتم که تمامی خانه را گل کاری میکنم گلزار میکنم. انا انتخاب کن. دوستان عزیز زردیوارهای رنگین و زیبا برای خاندان شما از روسیه، ایتالیا، بلژیم، اوکراین و بلاروسیا از مغازه میر ابای. سراغای ما روپروی تکستیل و چایخانه راحت. از همه مهم برده رساندن رایگان. ها فراموش نکنید بر رقم های زیر نوار بوده حتما زنگ زنید و دلخواه زردیوارهای خود را آماده انتخاب کنید. فرزندی پدره مقصد بچه و چه همورا همه کرده یک طرف مونده در جو. اگر امکانیت باشه هر چیز زودتر پیداش کنیم به وطن روان کنیم با خوب میشه. تمام آقا تمام. سلامت باشی. تشکر. میندور برای احترام برای دستگیری. خب در پشتی همین تمام شد. تمام آقا. خوب نداره جون. با چی خدمت؟ هزار رحمت. سلامت باشی. چیگه پاید تنجیه شف؟ تنجیه یا صورت همه فرستونتون هرپشتی هم شدن در پره. خوب شده شف. السلام علیکم. السلام علیکم. رئیس جان خوبه نازه همتین جان. چیو داری خلا؟ خوبم. نه خوب نیستین خلا جان. من شما را چند بار گفتم که کدام وقتی که وضع سلامتیتون بد میشه و تبتون خیره میشه و فشارتون پست بلند میشه و یکون جا رفته استراحت کنید دم بگیرین این کار میشه و همش. نه رئیس جان خوبم. کمتر سرم چرخ زد.
خاله جان من خوب ایگنده فرق میکنم. من میدونم که وضع سلامتیتون خوب نیست. دندونتون جانم حبوباتتون نگرفتین اخی؟ ها همش گرفتم. سری وقت گرفتم. کم کم زیق میشوم. گوش کنید خواهر جان من. همینجا یک نفر دیگه هم هست امسال همراه شما فراش. همین کار شما را وظیفه شما را اجرا کردن میگیره در اونتون صفحه یگان کس ما شما را خط نمیزنه. شما برین حبوبات جدید تمام کنین بعد به این کارتون ادامه کنین. چی گفتین؟ برای ما سلامتی شما مهمه. رحمت رئیس جان. نه الو اوه شما کارو را دیدم بگیرین فهمیدین؟ جابه Шукачи. دیدین؟ او دیدین آدم را جمع کنیم برداریمش. ای خاله کوری نمیبینی زدی آخی همه را جزی کردی. بخشش بجا جان. جانم شبی ناخوش شد. خیلی بخشش با بخشش تو پاپچی ما تازه میشه با. بخشش ناخوش شد نفهمیدم. برادر جان بخشش اینجا خیلی بخیره آخی زد همه را جزی کرد. رئیس جان چی گفت؟ عیبی من شد ناخوش پوش ازن. گپی نبوده برادر خواطر کردین. من گفتم یگان کاری بعد چی ده خیلی گپ نداره یا پاپچی بده برادر. با بخشش ما پاپچی با تازه نمیشه. ایو بخشش دا بگیرین کارگرتون خود نشون کنین. ای بای بسید چی رفت تو رای؟ ای مادر در کلانه نخواه که همشه منصورت کنی. بگی خاله خیلی بیار یگان لطه پتا بگی پاپچی ما را تازه کرد. میلش ای بچه رو پاپچی تو تازه کردن خوب میشه که رفتار تا تازه میکرد. رفتار تا خوب میکردی. ای تو بابشه کی خود دامجا؟ من رو بریم میشه. ما در فرقش روبری هستی نیست. بیا پاپچی ما را تازه که حاضی. فکر نکنم شما. بیا درش بریم بیرون صحبت کنیم. بیا. بیا شما را خطی همین کارخانه تا. رئیس السلام علیکم. آها خوب هستی دادا. کوی اگه خبری خوش بتین. بهترین نه بزیم کو گوش کن. میدونی چی؟ یک 10 روزک در یکم جای علاقیدگی بخپینش. کدام روزی که به خود میآید با دسته به وطن روان کنیم و خودم قبولش میکنم. خب تشکر سلامت باشید. هرچی میشه ما رو آگاه کن. خب نه ما با نه نمیگم. نه با دلیر نه با مادرش نه با خانوادش. خب هرچی از با این خدمت از برای الله یک خدمت کنیم به خاطر مادر. خب
الو سالم سازی نمی بگه برین شادی را خبر بگیرین سوز هست نیست مرا اتره چه بگین فهمیدین زنده بدن ابدن شا برای ما بگین خب تمام ما انتظاری سخانی شما میشم فهمیدین سلام علیکم تو олям ба худ наёмадай ту кай ақлта дар ҷод мемонӣ акай ичкокадай саррӯшама пири хуншор даст почаша баста ира тинҷа ёхе акай бечора гуноҳш чевад باید دلم با این نمیسوزه دلم با مادری میسوزه که این مادری پیرش 24 ساعت چشم براش شد که بچه ما امروز زنگ میزنه فردا زنگ میزنه ساعت دیگه زنگ میزنه اما این باشه در اینجا آواره گشت من این را با این خاطر باشم که این خچنک شد یک کم ترک از عقل بگونه شده با همین خاطر بستگی این تا با خود نیایه یا تا این همینجا میسته احمق تو آدم در فکری همایی وای در آغوش دختر دیگر فهمیدستی فراموش کنه خود مدف نگه فهمیدی ترک کده بیای ترک کده بیای مونو شکر تا نمیجا سوز نمیشه نمیدونم مونو شکر به حال خیز مونو اکا عصبی نکشته مونوش بیو بریم ای تو عقل دسته را اومده نه همینجا دا میسی فهمیدی خیلی احمق یا مشغول خوب حفظم السلام علیکم علیکم سلام برات چه там не буду есть? Там шашлык, салат какой-то не будет, принеси хороший. Бери второй чай. Ну да, чай тоже. Там брат. Чхеле бача сузӣ? Бизнесо чхеле? Ама пушти корбор бизнесо 100% рафта сар хубай? Хушта шеф. Худо хуб боша.
ягон чӣ шид? Ба худам тамос кунам. Алло. Ва алейкум салом. Тамом. Хуб. Тамоми масъаларо ман худам мебинам. بس خوبتر شکست بدلو جان از هم زنیم یکون مشکلی یک مصیبتی دانه که با ایمو ببینه سلام کسی بدلو جان سازین خوبه سلامتی خوبه برادر جان امی شادی که برادر که شما میدونید خیلی قدردان بود جایی که شما مرا رایی کردین من بچه را رایی کردم ای حالش خبردار شدن راستی گپ سر دانش کندگی مایو بای بچه میگه که ای عقل بگونه مبادا که یکم چی نشود که اکا شما ایما ببینید خلاصه بچه میگه که ای عقل پول بگونه خچه ایسه میشپه خیلی اگر در این حالت باشم بودم خوب نمیش کنید کدام وقتی که من اگر گفتم بد را نمید تمام اکاز بابا جان خب آماده باش این ندور دیجی بهتری شکل رو رحمت شیخ مرحمت بسیار با مزه است ها بچه جان؟ ها رحمت دادا جان نمیارزه بچه جان آکای زباید زن میزنه السلام علیکم زباید جان شکر چی؟ یافتن؟ هزار رحمت زباید جان بسیار منتدارم زباید حالش خوب است؟ هزار رحمت زباید جان بسیار منتدارم هزار رحمت زباید جان حتما به مادر میرسونم همه صدقه زباید جان فهمو حتما چی گفت دادا؟ بلش خب چی میگه اکای زبا؟ امک یافتن چی؟ بچه امک یافتن اما کی ما؟ اکای شدی ما؟ بله مامان یافتن دا بگه التماس اورا ماما وقت زن میکنه دادا میرسون جان بگی پیس خراب تا بخون میریم بچه دادا جان از راستی اشتیاق کنیم بگی بچه جان بگی انشالله ماما جانم وقت زن میکنه دادا اشتیاق کنیم دادا جان اشتیاق کنیم بچه جان بگی بخون میکنیم میریم
Assalomu alaykum aka. Rajan chiqaversa. Chiqadi Rajan. Mesh aka so'z. Kora chiqadi. Aka rosti gap shagum yadda mushkili بود خیلی حل شونده aka و حل میکنه. می کاری کارخونه نمره برای ما پیش اومده. رو تابوت کرده؟ نه aka می کاری کارخونه نمره. برای aka حل شونده. Алло. Ну да. Я сейчас занят, попозже я тебе позвоню. Хорошо. Дилварджон, لبا aka. як амонати яказ ба ҷон дорем. Дар ҷои дар кори ай. Бояд мо бурем айҳол хабар бошем. Холиш хеле хубар. محل شکم و همین در خدمت شما. برای کسی برای میشه تحقیق کنم. جان پلو نبود که ماشینا را تایید کنه ابراهیم. محل شکم. محل شکم. بیا کو دلیر جون. سلام علیکم زبیدالله جون. زبیدالله جون. برادر عزیز. دوستم. چه شما؟ دیگه نمیدونم خیلی ندار بیتونم. خیلی هیچ گم نه. مادر چقدر کسان شده. با خدا. همه قدر باور کنیم مادر گریه کردن کسان گیره. پیش خدمت. بیا دادر جان. یک مشکلی وزنی اینه که اول وقتی خدا با خودت مالا نجات دادی. سلامت باشی. سلام کاری نکنی. راستی گپ دلیر جان و بچه ها پیداش کردن میگن که کمتر نمیدونم نه بیمالو لبه بچه ها آشخونه نهار است که بامجه را بیا همراه یکی زبایدلو چیتک بیا بچه حالتش خوب نیست شدی را راستی گپ میگن کمتر از عقل بیگانه هم شده است نمیدونم در اون حالت اگر ما شدی را با وطن بیاریم ما فکر میکنیم که حالت مادر وضعیتر میشه چون که شدی را در اون حالت ببینه خواستم اصل واقعا شما پرسم که چی شده باشه اومدی بچه چه بچه؟ سوش؟ بیا بچه ایسی گذر بچه؟ شده بچه را دیدی ها؟ خیلی کلام شده بچه اینا اکیز بایدت شما را دعوت کردین اومد انا امرا خواستم که اصل واقع را شما پرسم که چی شد با این بچه سوز بود من راست گپ نمیدونم
نه همه جا بود کو نه باید که جشته باشدی یا منات یک از برداشت نه میدونم بکر ما باید از برداشت میگیم با کی را یفتن در کدام